سلام خرگوش. میبینم که خوشحالانه خانه میسازی. زمستان هم نزدیک شد. خنکی در پیش. خرگوش نادان بدبخت. با تو بر اینها خانه چی لازم؟ آخری خانه از زنی من. ای راباهی فریبگر، کنیزات از خانه خرگوش بیرون شو. یا خدا جان، اکنون من چی کار میکنم؟ با شما چی شد؟ چرا خاطرتان پریش شد؟ راباهی مکار خانه خرگوش رو صاحب شده است. کدام یک خورسک با سری رو بازوری میکند. من از آن خورس های تو میگفتگی نیستم. منو بده. برای این کارش باید جزا گیرم. بهترین ها آنهایند که یکدیگر را بخشیده میتوانند.